دانشگاهی دستگاه دینامومتر هیدرولیکی در دانشگاه ارومیه ساخته شد و بهره برداری از آن آغاز شد. طراح و سازنده این دستگاه که ایرج یاوری نام دارد و دانشجوی سال آخر رشته ماشین‌آلات کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه است، در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت این دستگاه در امر تحقیقات مربوط به ماشین‌آلات کشاورزی کاربرد دارد و با استفاده از داده‌های آن می‌توان ضعف سیستم‌های ایمنی ماشین‌آلات کشاورزی را برطرف کرده و از این طریق هزینه‌های تعمیرات این گونه ماشین‌آلات را به حداقل رساند. وی یادآور شد دستگاه دینامومتر هیدرولیکی یک وسیله تحقیقاتی انحصاری است که فقط در مراکز تحقیقاتی مهم آمریکا موجود است و با نصب آن بر روی تراکتور یا هر نوع وسیله کششی دیگر میتوان در مورد متناسب بودن ماشین‌آلات موجود در هر کشور یا منطقه با وضعیت اراضی کشاورزی از نظر نرمی و سفتی خاک اطلاعات مهم و مستدلی به دست آورد و از طریق انتقال این اطلاعات دستاندرکاران را در زمینه ساخت و یا خرید ماشین‌آلات کشاورزی مناسب با وضعیت منطقه